بندر انزلی میبینم تو البته یه چند روزی ما اونجا زودتر رسیدیم. بودجه ما 1000 تومن داریم. الان ظهر شهر کلا خلوته. ما می‌خواستیم اگه امکانش باشه یه چند ساعتی اینجا کار کنیم. 200 تومن میدی؟ هیچ هاک داریم میکنیم. خواستم ببینم 5000 تومن بهتون بدم 10000 تومن دارم میدم. اولین باره دارم جارو میکنم یه مغازه رو. آقا دمت گرم. دمت گرم خدا. خب بچه هم تو داریم ما نزدیکای این کافه هستیم. ما از این تاکسی اینترنتی پیاده شدیم. حالا داشتیم ویدیو میگرفتیم. بعد طرف گفتش که من نمیخوام تو ویدیو باشم. گفتم باشه نمیگیرم. جایی که اومدیم فکر کنم اومدیم بالا شهر حاجی بندرعباس. جای خوشگلیه. جای خوشگل مشکلیه. فکر کنم کافه بعد اینجا باشه ها. حاجی بیا همینه؟ آقا سلام. خوب هستی؟ ما همون کارمندا این کارکنان شما هستیم. خرم مالی قرار که بکنیم. آره. برو بکن. داداش بزن برسیم علی. تعارف ده. آقا اینو تعارف زدم. نه رجی. ولی جدی اینجا کار کنیم. پولشو بعد کنار بیار. بعد لهجه یه چیز گرفت. تو لهجه جنوبی. لهجه جنوبی گرفت. کلا یه ریز اینجایی. ببین کار که ریخته حاجی معلومه ببینی؟ کار کلی خدایی اینجا نه خدای کار نریخته تمیزه. پس ما الان کیفونا در بیام کار کنیم. آره کیفونا بزنیم که دیگه چیز کنم نه. اینو در بیار. خب جارو برام. کجا؟ آقا ما اول مشتریان گرفتیم. فکر کنم به وجود شما اومدید ها. به اینجا میدونستی زمانی که خسته هستی وان خوابت میاد قهوه اینجا فقط هست کمکت میکنه که سر حالت بکنه. آقا یه انعام بزن دیگه. چند شد؟ 120 ریال. 120,000 ریال. 120,000 چی؟ ریال. انعام چقدر میدیم؟ انعام بکش هر چقدر دوست داری. اوکی. بچه‌ها میرسه با پسر خالن میرسه بهش. خیلی داداش چه مگه نگفتی انعام دیگه این خوبه دیگه. نداری مگه؟ بیا آقا بذار بزن رمز بگو. 20 میلیارد. این 200 نمیدونم اینقدر سفتار نمیتونم بخورم. خب بچا ببینید که واقعا 200 تریلیون ریال داره یا نه. تراکنش غیر مجاز. اصلا همین مبلغ الان پلیس میاد اینجا. آقا 200 تومن انعام 200,000 تومن میزنم. انعام ما دیگه 80 تومن بعداً بهم میدی یاد نره. هیچ وقت صندوقدار نشه. باشه. آقا تو چرا کارهایی که آسونه انجام میده من کارا سخت الان از ضعف دارم میشورم. درم سرویس شد. چی؟ جورو زدم. یارو اولم بلدم. تو بعد مخ طرفو بزن طرف ازت خرید بزن. این استعداد میخواد با کاری که بهت میگن انجام بده بچه‌ها. من کاری که من گفتم انجام بدم. آقا ما الان نیم ساعت یه ساعت اینجا واسه چون مشتری نمیاد. میخوای مشتری واسط بیارم؟ ببین مارکتینگ بلد نیستی آقا. بزن اینجا رو فقط نکن. کافه بیاین برای بازار کافه بهترین کافه شهر رو اینجا شما میتونید بخورید. میخورید فشنگتون در نه هیچ خواهد هر کی اینجا بود فرار کرد. خب من الان چیکار کنم؟ اینور کلی کار هست فکر می‌کنم. ولی قدمی که می‌خوای برداری دو تا پورتا فیلترها رو کاری دست بگیر. اینا میشن فکر کنم اینوری در میاد داره. او نه بلد بودم خدایی. اینو اینجا در اینو باز می‌کنیم. بعد میزنی. اینجوری میترسم بزنم. در اومد. این پارچه رو می‌بینی اینجا؟ خب با پارچه تعمیرش کنم. آقا دستکش نمی‌خوام بهم بدی. من دستم چیزه. دستکش بهم بدی. نره. اوکی. با این دو تا خیلی فنی و اونی که فهمی گروه هم بهش این چیزی رو بگم تو الان کارمند مایی. میدونی چرا؟ چرا؟ چون دوربین دستت از اون داره ویدیو داره میگه کنار منه. کار تو کار شد الان معلوم نیست. الان واقعا کی داره کار میکنه؟ آره کی داره واسه کی داره کار میکنه؟ بچه همه تو کافه داره کار داره میکنه، داره تمیز داره میکنه. اون دستگاه رو اسمشو نمیدونم ولی من میخوام یه دونه مشتری بیارم اینجا ناکارات. آقا سلام خوب هستید؟ خسته ای؟ چه؟ نه خسته احساس خستگی میکنی؟ نه من میخوام یه قهوه اونجا آدم میفروشه. خب بیا پیش من. بیا آره با بیا. نه این سرده با قهوه گرم کن بده.
رفتیم مغازه پایینه. آره با بچه آقا رو از همینجا نشسته بود آوردیمش. بیاج یه لحظه اینو خوش بزنم. مغازت اینجاست؟ کارگر نمیخواد؟ ببین آقا چی مغازه چی داری؟ چی؟ دخانیاته. با اینو کلا بعد پلم بشه با من. آقا کاسبی چه جوریه؟ من ایده کاسه واسه دارم. مثل ما بود سمت یه دوربین الکی فکر بگی. خب بگو من یه چالش جنوب تا شمال دارم انجام دادم، نباید تو هر شهر کار بکنم. دوربین فیک ها، انگار مثلا داری ویدیو داری میگیری ولی در واقع ویدیو نمیگیری. بعد به طرف میگی که من خب واسه کار بکنم بهم 1 تومن بده. بهترین کافه، یعنی من بهت بگم با اینکه کافه اینجا نخورم بهترین کافه است. آقا مشتری واسهتون آورد از خیابون، از کف خیابون مشتری واسهتون آوردم آجی. تاکرتم. آقا نکنه ما یه سری سرویسای داریم بین اینکه تا قهوه آماده بشه. مثلا ما ماساژ میدیم، میگه امیر درست بود قهوه رو. همیشه عالیه. درسته؟ این همش پول میاد روش. لذت. نکن مفت و مجانیه. آقا الان میذارم تو اینو میذاریم. این همینجا. نمیخوش کنی؟ نه. ببین خدایی کارو نگاه کن. تمیز. کارو نگاه کن. آجی من خودم روش دارم میبینم. آقا این هست این رو صبر کن. پسر خوشگلی آجی. خیلی. آقا این الان میره تو این؟ آره. خب سفارشتون آماده است خدمت شما. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. علی جون حساب می‌کنم برایشون قابلتون نداره. 120 تومن شد ولی من چون با مالیات حساب کردی؟ مالیات بعد یه ارزش افزوده و اینجور چیزا. بعد ارزش تورم آره بس دیگه چون حالم باش کردیم چون شمایی چون فقط 350 تومن. باشه قیمت که تو من اومدم ماساژ بهت دادن اینم رفتم اومدم خدمات ماساژ و ما اونا رو فری براتون زدیم. من 350 میزنم وگرنه به پلیس خبر میدن میگم ایشون دزدی کردن. مدرک هم نداره. اوکی 350 تومن قابل داد نبود بفهم. واقعا نبود. واقعا نبود. خیلی خوش اومدی. چه کارو؟ نخواستم ببینم که سمیه یا نه ولی اوکی بود. این که تسکری از این نره. ها؟ هزینه تسکری. من جون خودم رو به خطر رسوندم که این میرن سمیه ببین یا نه. موقعی که یه شخصیتی میخوام بهش چیزی بدن تمام بادیگارداش تست میکنن. این واسماست دیگه ها؟ نه برای شما چه رفتی گفته غذا واسه ما میاری؟ میکنم مال شما. دست شما در نکنه. ما اینجا هم شما رو اذیت میکنیم. واقعا ما نمیدونیم چیکار بکنم. من جبران کنم آجی. باید یه جوری دیگه جبران کنم به نظرم. والله ببین چه کرده. استر بنازم. وای این چیه غذا؟ دونره حاجی. دای بابا. اوه حاجی عجیمه گوشت رو ببین. گوش رو بگی. ببین جدی اگه میدونستن اینقدر قراره که بهمون خوش بگذره من هر روزم این چالش 1000 تومنه. خدایی از جنوب تا شمال. یه نکته اگه دقت کرده باشه الان ما اومدیم کش خودش رو رفتن اون راست میگه آجی انداخته دوستان بیرون. بچه ها امشب میخوام برم پلن ما اینجا رو اداره کنیم. بنازم یا گوشیاتو نمیخوام باشه. اعتماد پسر رو بعد 5 دقیقه دوستی 20 در یه برگه میزنیم 20% تخفیف نه بیشتر 70%. آره. مشتری اینجوری بیاد میاد میفروشیم داش آیفون 15 رو بهتره که نفروشیم تا اینکه بفروشیم 15 میلیون. آره همه جمع میشن. حالا که الان تا مشتری بریم یه ریلز بسازیم برو بریم. بعدش بعدش چی آقا؟ بعدش اجالت بگیر. ریلز بسازیم دیگه. بریم برای آموزش نصب قاب آیفون 15 پرو مکس. قابو برمی‌داریم، گوشی رو می‌کنیم توی قاب یا حتی میتونید قابو بکنید توی گوشی. به همین صورت، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. با اینفینیت استور راحت قاب بندازید. خیلی چی بود؟ بچه عروسک گردانی هم داریم. رفیقم بیا رفیق کجایی؟ رفیق داره آجی.
من موسی هستم. ما نیاز خودمون من خیلی من موسی اومده خلقاتی چیکار میکنه؟ اولی اومده گلاس بدنه بلامون. اینجا اومدن بچه ها با 1000 تومن کل دنیا رو میخوام بگردن. چه ارزشه بابا؟ یعنی چی؟ موسی تو میدونی؟ نمیدونم به قرآن من نمیدونم اینم میخوام چیکار کنن بابا. بعد از ساختن ریلز برای فروشگاه اینفینیتی استور و چند ساعت کار کردن، اونا با یه غافلگیری خستگیمون از تنمون بیرون بردن. بیا اینجا بشینم و دهن ما سرویس شد. آقا ما چند ساعتی که پیش اینا کار کردیم ما غذا مفتی دادن. غذا یعنی کار جواب کوکا مفتی. غذا ببینید چی گرفتن واسم. ببینیم دور شده دیگه بعد غذا بخورن دیگه. بازش کو آنباکس. اوف پشما. دسترنجمون خوب بها دادن حاجی بهش. اینو میخوریم بعدش برمیگردیم یه کارهای دیگه میکنیم یک چند تا ریلز میسازیم و یا علی. وقتی برگشتیم سر کار چند تا از طرفدارا رو دیدیم، خیلی خوشحال شدیم، با هم کلی عکس گرفتیم، اشغال کردیم، خوشوش کردیم. 10,000 تومان داریم. خب این 10,000 تومان رو بهش بده، هر چقدر دوست داری ما بده. چقدر بدی؟ 5 تومن. اون دریه پاره است نمیخوام. منی که اگه اون پاره هم باشه باز سود کردم. سر کنم اصله؟ ببین اصله یا نه؟ اصل آقا خدا برکت. اصل شما در نکنه. تشکر. مردم خف کردیم پولاشونو. شما پول نقد نداری؟ پول نقد نداری؟ 5,000 تومان. اینو بگی؟ اینو بگی؟ چی میخوای بدی بچه من چه باید با چی میخوای خرکو؟ اوه توپ چون بارو تو خونم بوده اینا دونه 1500 بوده والا الان به شما 5,000 توپشو فروخت. 10,000 10,000 بابا الله برکت. بده من داداش بده من. اینم بس اینا رو تو را بفروشیم. قیمت آقا کنیم باز کنه حاجی بنازم حاجی چه کمکی داریم آیتم میده که بفروشیم. حاجی اینا چه الله برکت. یه سری آیتم دادن که میتونه به بقیه بندازه. اسم چی بود؟ بهراد. آقا مهراد. اسم شما؟ بهراد. آرسام. پارسا. یه من کیان هستم بتمن زاده. او مای گاد. سپه داداش. اما دستت درد نکنه قرآن خیلی مشتی هستی. من یه لحظه هم مغازت بگیرم. مرکز بخش کراتینه و توی این بازارچه و اولین حقوقمون رو گرفتیم با موفقیت. الان که چیزی بخوریم یه سری لوازم بهداشتی میخوایم. تو میخوای؟ آره من میخوام. صابون و خمیردندون و شامپو میخوام. لازم خیلی لازمه. بریم بگیم. هر چقدر پولمون رو تو بندر سیف کنیم غذا هم غذا ارزون‌تر می‌خوریم خب دست فروش بخوریم که بتونیم ما یه کاری بکنیم که خودمون زودتر چون من می‌خوام برنده بشم ما پول جامون رو سیف کنیم با پول غذاییمون رو پرواز کنیم بریم به قسمت‌های شمالی نقشه ما از این که الان هستیم استفاده کنیم الکی خودمون رو با جابجایی پرت نکنیم آقا ببخش مسافرخونه کجا داره اینجا؟ نه یکی دیگه سمت راسته خوبه؟ تمیز هست؟ قیمتش هم خوبه؟ اونجا اون کرمه؟ باش ممنون این؟ بله ولی من میگم تو داخل نیا من برم بپرسم میخوای تو بپرسم میگم یه نفرمون بره ولی دوربین نره ترسم واکنشی بد نشون بده با دوربین چی شد؟ پر بود؟ نه جا داشته گفتش که یه جوری تخفیف حساب کنه دو تا اتاق هم میخوایم دختر پسری با اینا برش گفتش که شبیه 500 دو روز و یک بده پلنمون آره فعلا غذا بریم بخوریم اینجا داریم دیگه حواسم هست توموشی بخورم بذار من رو لوکیشن اینجا رو بزنم لوکیشنش رو داشته باشم نمین توموشی هم بخوری این بهتر هم ارزونه الان یعنی اوکی اینجا بمونیم یا نه آره پس اگه اوکییم که من چیز کنم بذار من یه اسکرین شات ملیمو بدم بهش برگشتیم تا کارت ملی و پیش پرداخت رو بدیم تا بعدش بریم تا یه چیزی بخوریم چون خیلی گرسنه بودیم اینه مثلا موشیات اینه سلام
خسته نباشید. خوب هستین؟ قیمتش چنده؟ 45. دو تا میشه بی زحمت بریم. صندلی هم هست. شبنمه جدا سریع با همه رفیق میشه. خیلی برام عجیبه واقعا. امشب من انقدر خستم باید برم یه همون برم فکر کنم تا صبح فرش بشیم واسه کار بعدی. واقعا سریع با همه رفیق میشه. باور ندارین. اینجا نگاه کن رفته نشسته توی جمع اونا. من بشینم یه ذره استراحت کنم بچه‌ها. بعد بریم واسه جا هم پیدا کردیم دیگه خدا رو شکر. خوشمزه است نوش جونت. حالا شبنم آماده شد. حال منم دارم. یه میکس خواهی 90 تومن شد غذامون. بریم یه بهداشتی بخریم. شامپو می‌خوایم با خمیر دندون. بریم. بعد دیگه بریم سمت سفره‌شون. من خیلی کمرم درد گرفته. خسته نباشید. بریم سمت مسافرخونه. ما از صبح قهوه لازم بودیم دیگه. صاحبکارمون با خانومش لطف کردن ما رو دارن میبرن که قهوه بخوریم. ایشالله که ما شهرهای بعدی هم که میریم قهوه‌مون برسن. یعنی جنوبی‌ها واقعا اصلا تا هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیستن. اسپرسو داد. این اسپرسوه. واقعا جنوب زندگی کردن بی‌نظیره. دم شما گرم. واقعا زوج دوست داشتنی. واقعا زوج دوست نداشتنی. با این قیافه البته واقعا آره. بچه‌ها محبت کردن به ما قهوه هم دادن. قهوه‌مون رو خوردیم. هوا تاریک داره میشه. بریم سراغ کار بعدی. هنوز نهار نخوردیم. کار بعدی انجام بدیم. چیزی که باهاشون صحبت کردیم قرار شد مبلغی با ما اوکی کنن. هزینه 1,500 برای ما 2 نفر. 1,500 به خاطر اون تیزر و عکسایی که زدیم براشون مبلغ خوبه. با هایدان تصمیم گرفتیم که سفر بعدی رو بریم یزد. به خاطر اینکه احساس می‌کنیم که هم به هر صورت خیلی داره نزدیک به بندرانزلی میشه، هم قیمت بلیطاش خیلی مناسبه. چک کردیم. هم قیمتش پایین بود، هم تایمش به ما میخورد. آره هم از نظر تایمی خیلی اوکی. حالا من بچه‌ها چه مسیری انتخاب کردن کلا کدوم بر میخوام برم، ولی ما میریم یزد که بریم اونجا تصمیم میگیریم که شهر بعدی کجا بریم. خدا رو شکر هزینه اقامتگاه نداریم امشب، مثل اینکه بله اقامتمون دیگه قرار شد بریم پیش. من واقعا فکر نمی‌کردم هنوز 1 ریالم از این پول خرج نشد. قهوه‌مون رو خوردیم، 1,500 پول رو بردیم، داریم میریم به سراغ کار بعدی. یه تاکسی رایگانم که گرفتیم. فقط هزینه نهار و شام میمونه که اونم احتمالاً جفتش یکی کنیم، چون ساعت الان فکر کنم دم عصر دیگه. 2 به 1 می‌کنیم، فردا بتونیم بلیط بگیریم، صبح زود بریم یزد دادیش. کارمون تموم شد، چون می‌خوایم مصدمون. آقا پاسا تشریف میارین یه لحظه ببر. آقا من جسارت می‌کنم. ما فکر کنم حالا کارمون تموم شده، یه جا دیگه ما بریم کار بکنیم. شما هر چقدر فکر می‌کنید ما اصلا هیچ چیزی نمی‌ریم خدمت. ما حالا همزمان بریم توی این موبایل بانکر. ان شاءالله این چالش تمام شه خودم برم کردم بندر اصلا این پولو به برم که توش کار خاصی نکرد. نه واقعا به ما لطف داشتن. شبم که گفتم ما پیش. آقا دست گلت هم درد نکنه واقعا. خیلی محبت داشتی به ما. خب واریز شد. آقا خیلی ممنون. اولین درآمد. دست گلت هم ما خیلی لطف کردی. خیلی ممنونم ازت. خیلی لطف کردی. دمتون گرم. ما بریم برای مقصد بعدی یا شب می‌بینیمت. اجازه خسته نباشید. خداحافظ. 1,500,000 تومان وجه نقد رایج من میشه. یعنی اگه شما بتونید 30 روز اینجوری کار بکنی، ایرانی‌ها رو دیدی، اگه 30 روز ما 1,500 در بیاری به عبارت ما 45 میلیون تومان پول داریم. بریم جای بعدی کار کنیم که شب شده. ما اینجا نزدیک 4-5 ساعت کار کردیم و همونطور داریم می‌بینی هوا دیگه تاریک شده شو. فعلا ساعت 6 خورده شبه و مثل که میگن تا ساعت 9 شب تندرو از سمت بندر انباس میرن به سمت قشم. من و امیرم داریم وسایلمون دیگه جمع داریم می‌کنیم تشریف ببریم دیگه. خب دیگه آها پول می‌خواد؟ آره دیگه. اول که میام خسته نباشید. از افتادن چقدر میدی به ما؟
خودش من روز اول کاری خوب. آقا نفر چقدر شو بابت 4-5 کاری که ما کردیم؟ الان من نفری 500 تومن 500 تومن. آقا دست شما در نکنه. قربونت برم. ساندویچ کلام بهتون بدم تو راه بزنید. آقا دست شما در نکنه. مرسی. آجی دیگه شاممون هم دیگه خدا داد دیگه. دست شما در نکنه آقا. خدافظ. 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 کافه هام. خب یه گیاه اساسی ایران باستانه. بکنم هوم بندوز خونه است. نه این نداره. بچه‌ها هوم کافه رو فراموش نکنید. دمشون گرم بچه‌های با عشق و بچه بندر بیاد. بچه با عشق. خیلی گلی بچه‌ها. مرسی لوسی. تشریف. شبتون بخیر. مرسی. من و امین مکانایی که میتونه اقامت داشته باشیم امشب داخل قشم و گشتیم. پشمامون ریخت از نظر قیمت. طبیعتاً قیمتا بالاست بچه‌ها. حداقل 1 تومن به بالاست. فعلا کاری که میشه کرد اینه که خودمون برسونیم به اسکله تا جایی که میشه توی هزینه‌مون صرفه‌جویی کنیم. چی مثلا؟ نمیدونم هیچ هایکتوری، نمیدونم حالا یکی نفر ما رو سوار کنه، هر جوری شده خودمون رو برسونیم به اسکله. احتمال داره به تایم حرکت کشتی نرسیم. سر همین کاری که میشه کرد اینه که فقط برسیم به جزیره اونجا فکر کنیم اینو واقعا باید چیکار کنیم. خب ببین الان نگاه کن اینجا رو. هتل قشم 2 میلیون 2,800,000 اینجا داره میده 5 میلیون اینجا داره 5,500 داره میده 2,400 داره میده 2,800 حالا 1,700 یعنی بهت بگم عملاً مینیمم از 1,500 شروع میشه. حتی توی سایت دیگه الان بذار تاریخ سفر رو بزنیم 1 تا 2 یعنی امروز آجی امیدوارم توی این سایت ارزان‌تر باشه. ببین زیر 1 تومن پیدا کردن یعنی خوبه. زیر نه 1 تومن هم خیلی کم گفتم مثلا 800 تومن مثلا به نظر زیر چند تومن باشه بعد 400 500 تومانی در بیاریم تا بریم بالا 1 تومن. هزینه 400 تومن پول رفت و برگشت. آره نمیشه باید بیشتر بشه. عددش رو بیشتر کنیم. بیا اینجا نکن. اینو ببین. چی عجیبه. 1 تومن پول این. شبیه خونه شرکه. نه جدی ارزون ترینش 900,000 تومن. البته فکر کنم بزنم کجاش. نه تو نزدیکای قشمه ها. نه فکر کنم دور نه درگاهانه. اونور قشمه. اون یه جا دیگه است. به نظرم اول خودمون برسونیم به آره بعد اونم مجانی برسونیم. بیا بریم. برسونیم به اسکله تا بتونیم حالا بعدش فکر کنیم این باید چیکار کنیم. خب بچه‌ها ما الان اومدیم داخل اینجا دقیقاً نمیدونم کدوم خیابونی هستش. امیر میخواد واسمون یه دونه تاکسی بگیره. او دستتو نشون بده دیگه. این تاکسیه. خسته نباشین. آقا سلام. آقا ما توی چالشیم و داریم از بندر عباس میریم بندر انزلی. قرار بوده که کار کنیم هر جایی که میخوایم بریم. الان داستانی که میخوام بریم اسکله پولشو نداریم. اوکی. واسهش میشه رایگان آقا میبریم اون رایگان؟ بیاین بالا. بابا دمت که چی رایگان میبریم؟ شوخی میکنه. آجی اولین ترای بودش. آجی آقا دمت که. آقا سلام. خسته نباش. بخیری. قربونش ان شاءالله برکت آجی خدا بده. آقا شما میدید الان اسکله خیلی سه هستن میگن تا 8 بازه، یه سری میگن تا 9 تا 10 بازه. آخرین سرویسش 10 هر چند ساعت یک بار میاد میره. از این طرف آخرین سرویس 11 از اون طرف 10 یعنی عملا میرسیم دیگه با خیالات. آقا من تعجب میکنم بندر عباس چه ترافیک داره؟ بندر عباس تقریبا 60% پلاکاش غیر پلی. شیراز و کرمان خیلی زیاد اینجا هستن. کلا به قولی از لحاظ اجتماعی ازدواج و اینا صورت گرفتنی؟ نه اینجا یه شهر بندریه. 90% به خاطر کار و اینا بلند میشن میان. ولی از شهر بندر عباس راضی هستی؟ خودت تو بندر عباسی چی بندری؟ من اصلا کلا بندر عباس به دنیا اومدم، اینجا بزرگ شدم، اینجا سر کار رفتیم و چجوریه؟ چه شهریه؟ راضی هستید؟ خود بندر عباس واسه خود بندری‌ها خوبه، چرا بد باشه؟ اگه بندر عباس هیچ جایی مثل بندر عباس نمیشه. به قول واسه چی؟ بندری‌ها میگن هیچ جا بندر نبود. حالا یه مقداری هم زود اومدین شما. چرا؟ باید می‌ذاشتین یعنی بذارید تا ایام عید بشه بعد بیاد برید. آقا اینقدر گرون میشه ما اصلا نمیتونیم غذا هم پول بدیم. نه کنار ساحل رو بگیرید. که بچه‌ها می‌بینن عیده. بعد کنار ساحل رو بگیرید و چادر زدن‌ها رو بگیرید. چادر؟ بله اینجا مثلا کلاً چادر میشه. چادر شما مثلا آقا یه لحظه ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم. چی شد یعنی چی؟ چادر. یعنی چادر یعنی که چادر میشه خوابید. آره میخوابن. آره چه چادر چقدر قیمتش؟ عنوان همون دوستان 1 میلیون. ایده اون الان اومد. آره دیگه یعنی خیلی رندوم اومد. چقدر؟ 1 میلیون دیگه از همین 1 میلیون 100 دیگه به پایین. یعنی به بالا. یعنی ما میتونیم یه چادر بگیریم به جای اینکه مثلا اقامت کنیم توی اقامتگاه اینا، یعنی کامل میتونیم
ریدی امیر. آره ولی کنار دریا تموم شد. خداحافظ. سلام بر ثروت. خداحافظ. یه تومن خیلی زیاده امیر. یه تومن باشه ما میریم هتل میگیریم. خب نه یه تومن میگیریم 5 روز آینده کلا. راست میگی. دست شما در نکنه. خیلی لطفه بزرگ کرده آقا. وسیله چیزی راه نمونه بچه‌ها. نه قربون شما. آقا خداحافظ شما. سلامت باشید. خداحافظ. دقیقاً تنها راهمون اینه که الان رد کنیم برسیم قشم، چون احتمال داره دیگه نتونیم. بعدش اونجا بگردیم یه درمانگاه پیدا کنیم. نمیدونم. جا هم که نداریم. آجی این ماشین میخواد چیز کنه. خوبی؟ قیافت خیلی آشناست. این چیه اینجا زدی؟ میخوای دقیقه؟ آره. آقا من یه سوال 180 تومنه. آخه یه سری میگن 180 تومن 230 تومن. قش؟ آره قش نه. اتوبوسش چقدره؟ اتوبوس دریایی. فکر کنم تا فرمول 140 تومن بود. حالا قشمو نمیدونم. گرون‌تره؟ پارسال 140 تومن بود. امسال دیگه رفته. جدی؟ پارسال 50 تومن بوده. امسال 98 تومن. بچه‌ها آشنا نداری؟ روشن نداری ماشین داری داداش. نه آشنا تو. آجی من 4 چی دارم میگیرم. ایدو الان نتا. 1000 تومن از جون تا شمال ایران. یه سری میشه گفت میشه. آره آجی بریم. آدمت کرد. مرسی. ما راجعش 7-8 ساعت کار کردیم. دمتون هم گرم. واقعا کارمون رو راه انداختن امروز. مرسی. سلامت باشی. نگاهتون بکنید فقط. آقا این حقوق شما. نفری 4 میلیون نه. 4 میلیون. بازم اگه 4 میلیون میتونیم بیاید. نفری 2 میلیون یعنی برامون زدی؟ نفری 2 میلیون تا براتون. باری کل. دورت بگردم. یه بار دیگه دست بدم. عشق ما. بچه‌ها خیلی کش زدیم امروز حاجی. خیلی بیشتر از من نوکرتم. خیلی عشقی بابا. کار ما رو راه انداخت. ما شهر بعدی رو لاکچری زندگی می‌کنیم. 100 لاکچری بنازم. برو بریم نکست. یا علی. الان که شبه و غذا هم به چی خوردیم پول خوبم به دست آوردیم. پول کشه حاجی. من فکر نمی‌کردم بتونم ولی بچه‌ها هم دست و دل باز بودن خدایی. همشون. آقا یه اسنپ میگیریم دیگه هیچ کاری نمی‌کنیم. چه اسنپی گرفتم؟ اکوپلاس. آره. پول دارم. میریم ترمینال اونجا ببینیم چه بلیتی گیر میاریم. اونم با یه اتوبوس وی آی پی. داش الان پرواز نمیتونیم بگیریم. نه خیلی نه نمیتونیم ولی یه اتوبوس خوب میتونیم. یه اتوبوس خوب جواب. بریم قیمت اتوبوس هم چک کنیم. یه ویدیو دارم میگیرم از نیک تا شمال بعد با 1000 تا سفر. با 1000 تومن. پول نقد داری؟ پول نقد میخوام آیتم بفروشم. اینقدر دارم من. ویدیو استفاده دیدی؟ ویدیو آره. یه دقیقه بس. اولم تو هم. 10000 تومن می‌خرم. 10000 من یه چی بهتر بده. 50. نه یه تو ارزش نداره. 20 من میدم. شونه میسی. 20 من میدم. ای بابا. 20 مشهدی‌ها که اینجوری نبودن. 20 من میدم. باشه عزیزم. بیا برو دیگه. چه بیا بابا بگی 50 تومن تو. بنازم داداشم کاسب. دیگه نداری بخریم ازت؟ دستمال قاضی هم میخرم ازت. هر چقدر دیگه دوست داری. بیا 30 تومن بگیر برو به سفرت برس. بنازم شاممون جور شد. آقا من میرم به کارم برسم. قربونت برم عزیزم. خدا. یه سگ از یکی گرفتم از این طرفدار به طرفدار. چقدر میگیرم؟ هر چقدر. 20 تومن. جواب بده. ویدیو هست ویدیو نیست که. چرا ویدیو مال علی گرزی. علی گرزی؟ اومده ایران. آقا علی گرزی. برو خداحافظ. برو دیگه. برو. اینجا الان شروع برو. اسنپ کجاست؟ سلام علیکم. من دیگه بدون هیچ هایک. برو تو. اون دست خیابون بریم تو اون سالن مشتم تجاری. بریم چیز بخریم. یه سری چیز بهداشتی. بریم. با پول. ما صبح 1000 تومن بودیم. پس میشه واقعا کار کردین یعنی 3 تومن داشتیم. 90شو دادیم 200. 200. 2900. آها چیزش هم دادیم. به 500 پیامه دادیم. آره.
خسته نباشید. میخوایم یه جایی بریم که لوازم بهداشتی صابون مایع و اینا بگیریم، شامپو و اینا. صابون میخوایی؟ میدونی ما بیشترین شانسی که آوردیم چی بود؟ جایی پیاده کردن ما رو که همه کارامون دورش بود که ما پول رفت آمد نداریم. آره نداری، همش داریم خیلی. الانم بریم بغله. سلام، خسته نباشید. صابون میخواستم. صابون میخواستیم، خمیر دندون هم خواستیم. حالا اگه خارجی هم قیمت خوب باشه، چون اینجا خارجی دیانو حقیقتش ببینم زیر 200 تومن دیگه نیست. ایرانی چنده؟ پس ایرانی بگیریم. آره. سر و بدن. ایرانیه؟ 60. سر و بدن؟ خب با هم چند؟ 260. 250 دادیم. 250 بدیم. باش. مرسی. قشنگ. بریم استراحت کنیم چون فردا به نظرم خیلی صبح زود بیدار شیم که بریم دنبال کار. بریم یه کار جدید رو تجربه کنیم. بریم سمت مسافرخونه با استراحت. من تا حالا فکر نمی‌کردم اینقدر ساعت زود خسته شم که بخوام بخوابم. یعنی یه دوش میگیرم و میخوابم. منم بریم دیگه، بریم بخوابیم. بریم. خداحافظ. اینجا مسافرخونه است اومدم، نمیتونم سلفی بگیرم دیگه، بخوابیم اینجا دیگه. خب ما اومدیم تقاضای بعدی رو انجام بدیم. خیلی خسته ایم، خیلی گشنه ایم، ولی خستگی ناپذیر. آقا سلام، حالتون خوبه؟ ببخشید یکم دیر شد. نه اوکی. اون کارمون طول کشید، روزش میخوام. لوازم خانه تا صبح. من یه رفیق پیدا کردم، ابوالفضل. منو میشناسه، شانس خوبم. ابوالفضل چیکار کنم؟ کار که والا اینجا کار زیاده. ببین هر کاری بگی انجام میدم. آره. اصل این کار شما یه زحمت بکش، اول این اودا رو بر اساس بوی تمیز بکنید. اودا رو بر اساس بو بچینید. قیدان خانم کولر در بیار. بریم دیگه. بریم تو کار. خب من قرار شد که براشون یه ذره تولید محتوا بکنم، تیزر براشون بزنیم. صدرام قرار شد یه ذره تمیزکاری کنه. نمیدونم چقدر قراره مزد کار بگیریم، ولی ان شاءالله یه پولی بشه که بتونیم شهر بعدی رو راحت بریم. خب اینجا به صدرا گفتن که اینا رو بر اساس بو مرتب کنه، کارش رو استارت بده. قفسه اودا داره تکمیل میشه، یه دونه قفسه پایین ترش مونده، اونم اوکی کنم. من ببینم کار بعدی چیه. منم رفتم سراغ فیلم برداری از محصولات تا بتونیم یه ریلز هم براشون درست کنیم. مرتبه. قیدن داری چیکار میکنی؟ قرار نیست عکس استدیویی باشه، قرار صرفا یه کاری انجام بشه. نه با یه چیز خوب تحویلشون بدیم. ما چیز خوب تحویلشون میدیم، بد تحویلشون نمیدیم، ولی وسایل استدیو عکاسی نداریم. با من بحث نکن. هرس میدی منو. با من بحث نکن. خیلی خوب. چه محصولی رو میخواین که مثلا ازش عکاسی انجام بدیم؟ استدیوی لطفا عکاسی استدیویی انجام بده. خب من تیو جارو بزنم. خب شما تولید محتوای صنعتی از این انجام بده بی زحمت، کاملا صنعتی ها. لطفا عکس و فیلمای خوب تحویل بدین. وقتی بهت میگم من برم تیو جارو بزنم. برو تیو جارو بزن. خوب تمیز کنی. موفق باشی. ما رسیدیم به اسکله حقانی ورودی قشم هرمز. علی دیگه اینجا بچه دوربین رو قطع کنیم ببینیم چی میشه. حاجی پشمام 380 تومن شد. عددی که شد چقدر شد؟ شد 380 تومن. ما الان چقدر داشتیم؟ ما 1,170,000 داشتیم، الان 790,000 تومن مونده واسه ما. و 790,000 تومن عملا به این معناست که ما لازم نیست یه جای کار بکنیم، غذا هم که داریم، ولی بعد چادر قیمت 790,000 تومن پیدا کنیم. اگه پیدا نکنیم یعنی باید کار کنیم. ایدهش اینه که یا با طرف جوری ببندیم که این عدد بهمون بده، هدیه بده بهمون. آره هدیه. یا که نمیدونم برطرف کاری بکنیم که این عدد اوکی بشه دیگه. سلام. Hotel Garden. مرسی.
آقا چقدر خوشگله خوده. باور میشه ما موفق شدیم رسما از بندر عباس بریم پشمام. ولی بچه‌ها لیتس گو. بچه‌ها ولی فکر کنم اون سمت دارن ما داریم این سمت میریم. بچه‌ها چالش بندر عباس به بندر دبی. بچه‌ها ما یه ایده‌ای داریم بهتون میگم اون جلوتر قسمت‌های بعدی می‌بینیم. بعد صبر کنید بچه‌ها. پس تا آخر چالش لطفاً دکمه سابسکرایبتون رو بنوازید و منتظر بمونید. خب بچه بندر عباس رو ما خدافظیشو کردیم. همونطور داریم می‌بینید نورای پایانی بندر عباس رو داریم می‌بینید و خلیج همیشگی فارس. ما اجازه ندادن که بریم بیرون. آجی رسیدیم آجی. پشمام قشمیم. ببین باورم نمیشه. ساعت 9:36 دقیقه است و الان رسیدیم قشم. بریم ببینیم چیکار می‌کنیم امشب. نمیدونم آخر سال قراره چادر بخوریم یا اگه چادر رو بگیریم چادر رو داریم. واسه اینکه چادر چقدر بزرگ باید بریم. اونم میتونیم جابجا بکنیم. اگه چادر رو بگیریم با چادر قطعاً اگه چادر رو بگیریم برای بعداً هم به در میشه. آقا دم شما گرم خسته نباشین. به اسکله قشم خوش اومدی. سلام. طرف راننده گفتش که همینجا بعد یه دونه مغازه. آره گفتش که کلی اینجا لوازم نه کوهنوردی و اینجور چیزا هستش. آقا ما اینجا می‌خوایم چادر بخریم کجاست مغازش؟ برای لوازم‌های رحمانی برو بی باز روبرو. بابا دمت گرم. مرسی. بچه‌ها تو می‌بینیم ما رسیدیم سمت بازار قدیم قش قشنگ روبروی اسکله دقیقاً همون اسکله است و آپشنی که داریم اینه که ما هزینه پولی نمیدیم مستقیم رفتیم تو بازار. اینم بگو که بخش اینجا چادر فروشی کجاست؟ لوازم کوهنوردی فروشی. بری همین اول داره. آقا ما دوره برگشتیم میگفتن اینجاست مثلا اینکه اصلا نباشه که آقا چیز دارین چادر دارین چادر دارین آره چادر خواب قیمت کف دونم. شما اگه نمیخوایی زیاد هزینه کنیم اون میله هم هستش که تا بخورشم خیزون خب نام هستش تقریبا داره 4 نفر داره. چقدر این؟ روش کفش 3 نفر شما که 1350 و 400 زیر 1 تومن هستش؟ زیر 1 تومن نمیشه. خب این الان اینو بگو عبادش چنده قیمت چنده؟ این که یه چیز حرفه‌ای میشه. کیفیت کارش هم فوق العاده است ولی 4 خورده قیمت. اوه نه ببین ما الان بودجه‌مون کمه. باید رو همون زیر 1 تومن هزینه کنیم دقیقاً بفهمم. زیر 1 تومن فعلا ندارم. جایی میشناسین زیر 1 تومن به اون بده؟ اصلا به نظرت هست چین جنسی؟ تومن هم باشه. این جلوتر برو یه دونه پتو فروشیه. مرسی آقا خلاص. پارچه فروشی داره اینجا؟ یه پارچه فروشی. آقا چادر داری؟ چادر بله داره. آقا سلام خسته نباشید. چادر دارین؟ قیمت نمیدی کف قیمت؟ کف یه نفر اونجا 1 تومن بهم گفتم نه. 1900 یک چادر یه نفر بندن. یک نفر ندارن 4 نفره دارن که 2 نفر خواب. کمترینش 1900 1900 1300 باز به نظرتون روی 1 تومن میتونیم چادر بگیریم جدی؟ آره گیرت میاد. یا بیشتر حس می‌کنیم؟ نه 1 تومن گیرت میاد. یک گیر میاد؟ نه خب کجا گیر میاد؟ میاد جست ضعیف‌تر. به نظرت کدوم سمت بریم؟ بریم وسط بازار ماین گلستان. مستقیم بریم پایین؟ مستقیم بریم پایین. اونجا 1 تومانی گیرت میاد. علی دیگه داری از خستگیت آقا من میخوام اینجا بمونم. خیلی سنگینه آجی خیلی سنگینه. خب آقا الان هم که شب جدی؟ آره ناموسم. و نکته ای که هست اسنپش شد 73000 تومان. بله بلیط هم بریم بگیریم چقدر میشه و الان اومدیم ترمینال فروش بلیط بریم اینجا بلیطمون رو بخریم. یه شهر باصفا هست مردمونش هم خیلی باحالن مثل این بندر دقیقاً. آفرین. میدونستن شیراز زندگی کردم مثلا میتونه خیلی کمکم کنه همین تجربه که اونجا بودم مسیر اون شیراز بله آقا شیراز بریم شیراز بلیط وی آی پی بگیریم عشق کنیم. قبل از بلیط رفتیم یه چیزی برای خوردن تو راه بگیریم آب گرفتیم ویتامین سی گرفتیم یه فندک هم گرفتیم گفتیم شاید استفاده بشه توی مسیر که قیمتشون مجموعاً شد 170000 تومان. بلیطو گرفتم بلیطو نشون بده. بابا ببخشید داداش این احمق کاغذ مچاله که انداخت سلداش خب شبیه ایناست که تو بانک‌ها بهت میدن نگاه مچالش کرد. مهم نیست مهم کانتنت توشه که همون هم داشت میرفت. خلاصه وی آی پی تهیه چند شد دوستان؟ کلا شد 1,120,000. حاجی عجب اتوبوسی جانا آرژیوی باشه.
داریم. بتونم فهمیدی من چی بود؟ ما کدومیم؟ گفتم چقدر دورش سخته 400 میلیون بارو انداختیم زیر اتوبوس قطع کنم تست اوزمو سرعت اوزمو دوستان خبری به ما رسیده با اینکه اتوبوس VIP این وضعیت کمربند منه نمیرسه میگه کفشتون رو در نیارید دو جوراب بدین آقای حق داره اینو حق داره ولی اینکه به همه چی گیر میده بعد کمربندش نمیرسه با 15 ساله قوانین خودش هیچ ایده نداره به کی میرسه من ندارم بگیرم بفرست بریم تا ببینیم چی میشه. بعد از یه روز سخت توی بندر عباس تصمیم گرفتیم از فرصت استفاده کنیم و توی اتوبوس بخوابیم تا شهر بعد، ولی متاسفانه خیلی خوب نتونستیم بخوابیم. سر خیابون یه شینی فروشی هست، یکم جلوتر میری یه صفحه خالی بس یوت بده یا باید باید بیرون بعد 16 سالگی هم کار میکردم من کار کردم برام کار نبوده، ولی در کل جنوبی ها یه جوری باید رفتار کنن نگاه مثلا تو داری بهشون لطف میکنی. بگو مثلا روزانه یه کاری به من داده میخواد یه پولی به من بده بدون هیچ دلیلی، بعد یه جوری رفتار میکنه انگار من دارم بهش لطف میکنم. من فکر میکردم بیچار کردن توی ایران غیر ممکنه، ولی واقعا حداقل الان میدونم تو جنوب خیلی ممکنه، خیلی آقا جواری بریم دیگه یه چیزی بخوریم و استراحت کنیم. ساعت دیگه کار داریم. نه تو رو خدا. بعد از اینکه من شروع کردم به تمیزکاری و یه بخش بزرگی از اونجا رو تمیز کردم، دیگه کم کم داشت کارمون تمام شده، باید میرفتیم. دارو که زدی، آشغالا هم که بردیم، تو خدا بریم دیگه نمیکشه. کمتر کار کنیم کمتر پول میدن، نمیدونم چرا خلاص. ببین حالا چرا به اون پول میدن؟ آقا دم شما کلی گرم. من شما میگم. دعوت خوبی کش. هر چقدر خودت صلاح می‌بینی. دعوت با اون عکس‌ها خب بچه‌ها اصلا حال نکردن. نه خب طبیعیه، ما اینجا اصلا وسایل عکاسی رسیدگی نداشتیم، مسئولیتون هم نکردیم. ولی خب نسبت به اون کارهایی که کردین و اون دو تا کاری که خودم گفتم یه 800 تومن بهتون میدم، اینم بهتون میدم. خیلی دلار بهمون میدین همینجوری. شب دیگه میفهمم. 800 هم گذاشت. بابت مرام و معرفت قربونت بشم. آقا خیلی ممنون. دستم درد نکنه. متشکرم. شما گرم. خب بچه‌ها مبلغ یه 800 یه 1500 درست و یه حوله. و یه حوله 2300. تازه شبم که مهمونمون کردن بریم پیشتون. هم جای خواب بهمون دادن هم غذا. الان ما یه عالمه پول سیف داریم. بلیط‌ها رو الان بگیریم ها. بلیط‌ها رو سریع بگیر تا پر نشده. آقا ما اسنپ زدیم تا منزل اون آقا بنده خدا 69000 تومان هم هزینه اسنپمون شد، یعنی 70 تومان تقریبا از پولمون هم رفت. حالا تا ببینیم فردا اسنپمون تا اونجا چقدر میشه و هزینه بلیط‌ها، ولی فکر کنم یه پولی سیف داریم برای شهر بعدی خیلی خوبه. ما توی چالش جنوب تا شمال با 1000 تومان. ببین یه هست کوچو بگیره باید عشق کنی علی گریزی. تو هم دیدی؟ کجا دیدی منو؟ از اینجا دیدم گفتم. آره از اینجا دیدی؟ فشر آشناه. خب آشنا چیه؟ پیش بچه هستم بلوچستانی. ما اینجا بچه‌ها کردن همش حواسون داره. ایوالله از دور رسالت کردن داشتن میومدن گفتن خودش. ببین ما داریم یه چالش میگیریم، الان 790000 تومان داریم، با 1000 تومان از بندر عباس شروع کردیم اومدیم قشم. می‌خوایم بریم بندرانزلی. چادر زیر 1 تومن هستش ولی خیلی کمه. دارن. دنبال این هستن. من اصلا میتونم نه جای چیز ببریم. سید اینا. اگه آشنا داری داداش میریم همه جا بدونیم بگیریم. پارتی بازیش بگو 790 تومن. کمترم باشه یه ذره پول بمونه ما آب بگیم حداقل. امشب می‌خوام بخوابیم. 5000 تومن رو معدنی بمونه. آره. بتونی. سلام چطور خوبی؟ من تو رو هم میشناسم. آجه با همه یه لشکر بسازیم بریم. به یک بگیر علی یک بگیر. برو علی. بیا آجی بیا.
بیا درستم تبلیغاتی هم بشن ما مغازتون چیه تو قش؟ لاین دلفین پوشاک علیرضا بنازم. اما همه بعد بیان اینجا وقتی رسیدن. آقا ما الان واسه فردا هدف اینه که در 2 تومن پول در بیاریم بتون بریم شهر بعدی. چی؟ خرجی میخواد سویت. نه آقا سلام. یک چادر بده که آقا هرچی از اون تر بهتر. چالشه نمیتونن خرج کنن. الان بچه‌ها ما میتونیم یه کار بکنیم. من فقط یه شب میخوایم. اجاره میشه بکنیم. واقعا تمیز نگه می‌دارین تمیز چیز می‌کنین بهتون بده. اجاره اینا نداریم. نداره. قش به داره؟ قیمتش مناسب 1850. کمترینش. کمترینش. اگه کسی داره مثلا راهنمایی می‌کنه باز زودتر هستش با دوست. بریم جلوتر بریم جلوتر که باشه. مرسی. دمت گرم موافقم. چادر داری؟ ارزون چالش تیوب دیگه الان باید چالشیه ببین فوقش بعد اجاره بکنه. اجاره میکنه. آره بذار اجاره واسه یه روز میکنه. لاین گلستان اون لاین اسکلت. آجا نمیخواد به زحمت بیفته. نه جدی به قرآن. حالا ما میریم یه دونه فوقش کرایه میکنیم دیگه.